محمد من زنتم، بچه‌مون 3 ماه دیگه داره میره مدرسه، بعد تو وایسادی راجع به حق با من حرف میزنی؟ من بارها سر مسائلی که باهات داشتم باهات حرف زدم، در مورد چالشامون، چیزایی که تو این رابطه داشته جفتمون اذیت می‌کرده. بود یکم صبر می‌کردی، راهش این نبود که بری زن صیغه کنی. نیستم عزیز تو، نیستم. برو. که تازه بفهمه خانوم چشه، چه اتفاقی افتاده. یه روز سرم درد میکنه، یه روز بابام حالش بده، یه روز مامانم اینو گفته، یه روز نمیدونم فلان. منم حق زندگی دارم، آدمم، میخوام مثل بقیه زندگی کنم. حق؟ تو چه حقی داری؟ تو اصلا هیچ حقی نداری. پس حق من چی میشه؟ محمد من زنتم، بچه‌مون 3 ماه دیگه داره میره مدرسه، بعد تو وایسادی راجع به حق با من حرف میزنی، اونم در مورد موضوعی که هیچ حقی درش نداری. من بارها سر مسائلی که باهات داشتم باهات حرف زدم، در مورد چالشامون، چیزایی که تو این رابطه داشته جفتمون اذیت می‌کرده. هر دو تامونو نه، فقط تو رو. بعدم این اذیت‌ها مجوز میشه برای اینکه بری کاریو بکنی که اوج بی‌عدالتی و نامردیه. رابطه من با اون زن اصلا اسمشو نیار. اسمشو نیاوردم. کلا راجبش حرف نزن. رابطه ای تو با هر آدم چیه؟ حساسی روش؟ نیلا خوابه. کجا داری جمع می‌کنی بری؟ مگه نیلا واسه تو مهمه؟ معلومه که مهمه. اگه مهم نبود که من این کارو نمی‌کردم. همون قبل‌ترا سر 1000 تا موضوع ازت جدا شده بودم. من این کارو کردم که ازت جدا نشم، طلاق نگیریم، برای این بچه اتفاقی نیفته. باید صبر میکردی. اوکی من حال روحیم بده، اون اتفاق بد بود، یکم صبر میکردی، راهش این نبود که بری زن صیغه کنی. دلارام جان قربونت برم، من آخه اصلا ببین هر چی سعی میکنی با این کلمات به هم نزدیک شی، بیشتر حالمو به هم میزنی. بابام راست میگفت، اشتباه از خودمه. چرا به بابات اینا گفتی؟ چون پدرمه، خانواده‌من. بی کس و کار نیستم، تنها نیستم، برعکس چیزی که تو فکر میکردی. عزیزم نیستم عزیز تو، نیستم. بابام قبل عقد که راضی نشده بود گفت رفیقش که وکیله گفته باید برید محضری بنویسید که مرد بدون اجازه زوجه حق نداره هیچ گونه ازدواج موقت یا دائم داشته باشه. من خر نفهمیدم، گفتم محمد عاشق من، اصلا این چیزا به ذهنشم نمیرسه، حالا چوبشو دارم میخورم. برو تا نیلا بیدار نشده زودتر برو، گفتم مأموریتی. آقا دقیقا قشنگ میذاشتی اینا رو.